به نام خدا. سلام، من ایمان حسینی هستم، فارغ التحصیل رشته تئاتر. نزدیک به 14-15 ساله که کار تئاتر میکنم. 7 تا 8 تا اجرای عموم داشتم، چندین فیلم کوتاه، 30 تا 40 تا فیلم کوتاه بازی کردم، 2 تا فیلم بلند بازی کردم. فیلم کوتاه اخیرم توی جشنواره فیلم کوتاه تهران پذیرفته شده. فراخوان این مسابقه رو دیدم و خیلی دوست داشتم که خودم به چالش بکشم و امیدوارم که انشالله امتیاز خوبی بیارم و جز اون 5-6 نفر برای اجرای نهایی پذیرفته بشم. همین. سلام، من نازنین امیریم. سال 92 فارغ التحصیل شدم از دانشگاه رشته بازیگری. حدوداً 12-13 ساله که کار بازیگری انجام میدم. تقریباً 8 تا تجربه اجرای تئاتر داشتم، 3-4 تا فیلم کوتاه که یکیش جزء برترین فیلم‌های جشنواره میهودر نیویورک شده و اومدم اینجا که خودم رو به چالش بکشم. سلام، مهرافرین فرهمند هستم. 30 سالمه، فارغ التحصیل رشته معماری. سال 94 دوره بازیگری دیدم، 2 تا اجرا داشتم. اومدم اینجا که تجربه جدیدی داشته باشم و بتونم یک بار دیگه صحنه رو تجربه کنم. سلام، من ایمان حسینی هستم، سرپرست گروه امن و همراه نازنین و مهرافرین عزیز. خب ما الان اجرای کمدی یا خنده‌آورمون داریم. اسم اجرامون هست 3 طبقه و 3 تا مرده هست که حالا میبینیم انشالله. یه دیوار کرکسیفی که سعی کردم فضای سردخونه رو داشته باشه و به نظرم بریم اجرا رو ببینیم. بیشتر از این توضیح ندارم. مطمئنی؟ لانی؟ مردی؟ خفه می شدم. حرف میزنی خوابیدی ما؟ یکم دیگه صبر کن، کلا میخوابی. خوبی؟ مطمئنی؟ لاری؟ مردی؟ آره دیگه هممون مردی. اونجا چه خبره؟ باز دعوا شد. دعوا سر چی؟ سر قبر ما. واسه چی خوب؟ بابا یه خدا بی خبری اومده یه قبر به ما 3 تا فروخته. حالا چی میشه؟ حالا باید وایسیم ببینیم چجوری میخوان درستش کنن. چه دعوایی هم شده. داره میره جلو، بزن ازش. دیدی؟ چه ضربه ای زد. حریف داره پاگیری میکنه، دنبال یه سانتا براندازه، داره میره جلو. یه سانتا برانداز 4 امتیاز. گلام بزن خارش کن بین. کلا باری کلا. آفرین پسر، نون پدر و شیر مادر حلالت باشه قهرمان. 5 امتیاز. عباس یه خم سری پنجه بود سا. سنجابگیری کرد. همینه، کمر رو بگیر درسته بخورش زمین. 6 امتیاز. داوود کف گرگی آها فیتیلتیش کرد. گربشکه برو جلو. کمرگیری پاگیری درسته، همینه بزن زمین. 7 امتیاز.
ترکون بهتون. ما رو ترک بچه پایین که باخت نمیده. چی میگی بابا؟ عمو زد ترکونده. به عموته فکر کردم عمته. خیلی داری زر میکنی ها. پاتو داری از کفنت دراستر میکنی اینجا. بهتره تو هم که زبونت گردت زده بالا. ببین به قرآن بلند شد، به روح خودم قسم بلند شد میام جهانتو سرویس میکنم تا بفهمی الان اینجا با کی حرف میزنی. ببین یه جوری میزنم دوباره زنده شی ها. بابا تو مال این هفته بعد بیا. ببین اینجا رو اینجوری نگاه نکن. اون بر آقا خدا بیامرز بیاد بالا سرت ها. بابا تو بابا یکم فامیلامون تازه مرده، اگه ببینیش برگات میریزه. یه خیلی کنداز حالتو میگیره. همه فامیلاتون همین گردی ها. آقا من معذرت میخوام، ایشون واقعا لوله برم. آره من لوله برم. حالا که اینطور شده قد من کوتاهه، پس تو زیر میخوابی، این آقا وسط ممنون. من که نمیتونم زیر بخوابم. چرا نمیتونی زیر پنیک بخوابی؟ میشم. پنیک چیه بابا؟ همونجوری که من گفتم، من رو، این آقا وسط، تو زیر. شما رو میخوابی، من وسط، این آقا زیر. اصلا متوجه نمیشی واقعا. من باید کنار این آقا بخوابم. ببین عزیزم یه پیشنهادی برات دارم. تو ردیف اول میخوابی، هر کی هم صلوات فرستاد اولش میرسه به تو. نه مثلا که واقعا متوجه نیستی. اصلا شعور نداری، درک از مردن نداری. من باید پیش این آقا بخوابم. تو چرا اصرار داری پیش این آقا باشی؟ آره من خیلی اصرار دارم. چرا خب؟ اصلا تو میدونی من چند وقت مزه محبت مردونه نرفته زیر زبونه. خجالت بکش، مردی ها. زنده بودم که کسی منو گردن نگرفت، ولی اگه بذاری شاید منو گردن گرفت. مردت هم کسی گردن نمیگیره. خب اصلا چون آشپزی خوبه کنار این آقا میخوام. آره منطقیه به نظر. تو قبل قرمه سبزی خیلی میچسبه. با من بحث میکنی. اصلا سنگ کاغذ قیچی کنیم. 3 نفریم که جوری میتونیم سنگ کاغذ قیچی کنیم. حسن فکر کن. خب چی کار کنیم؟ تک بیاریم. باشه تک بیاریم. هر کی تک بیاره اون معلوم میکنه کی کجا بخوابه. برو دیگه. هر کی تک بیاره اون معلوم میکنه کی کجا بخوابه. برو دیگه دستو بس. هر کی تک بیاره اون معلوم میکنه کی کجا بخوابه. من تک بردم. بیا ببین. یه بار نگاه نکنی ها. اینجاست کفن چیز دیگه نپوشیده. خب الان که دیگه مردیم اشکال نداره. باش تو سرت. واقعا برام متاسفم. قرار شد که من زیر اونجا 2 تا مرده جدید. به نظر 2 تا پسر میان. چقدرم خوبن. خداش. من همینو میخواستم. سلام دوباره. خب بریم برای اجرای دوممون تو این شب که اسم اجرامون هست بیکس و اجرای تلخ یا تراژدی اجرای کمدیمونه، همون 3 طبقه. یه فضای سردخونه رو داریم و کل نمایشمون جلوی همون فضای سردخونه میگذره. به نظرم دیگه بریم اجرا رو ببینیم.
بزرگت میکنم 100 سال باشی بزرگت میکنم 100 سال باشی دختر پاکم کاش میشکست دستت کاش بشکنه دستت کاش خورد بشه همه استخونات چی کار میکنه؟ کی توه؟ بچه‌تون توه میدونی که میان بیرون آخه اون تو خیلی سرده رو تن بچه من پر جای زخمه من اینجا چی کار میکنم جلوی در سرد خونه بچه تو چند ساعت پیش داشت نفس میکشی الان چجوری میخواد بخوابه باید قبل خواب من ماشو شونه کنم دستاشو بگیرم حالا چی میشه تو چرا گریه نمی‌کنی؟ مگه بچه‌ت نمرده؟ مگه بچه‌ت نمرده؟ باید گریه کن گریه کن بچه‌مو کشتن به خاطر آبرو الان من چی کار کنم چجوری باید زندگی کنم تو میدونی وای بچه‌م مثل برگ گل بود تسلیت میدم تسلیت نکنم به من تسلیت نکن شاید که غم نمیم من فقط برادرانه خواستم بهتون بگم که شما الان منتظر میتونی یه کاری برام کنی؟ بله حتما اگر میتونی یه کاری کنی بمیرم؟ نه تو رو خدا میخواستم خدمتتون بگم که شما الان منتظر عزیزتون هستیم که جسدش رو تحویل نگو جسد به دختر من نگو جسد منتظریم که عزیزتون رو تحویل عزیزم و
طبق تجربه من فقط بهتون میگم فقط و فقط براش دعا بکنید. دعا نمیخواد بچه من خیلی این صحنه ها رو دیدم خواهرم. تصور کنید که شما الان عزیزتون رو داخله و شما منتظر عزیزتون هستین، این خانمان منتظر عزیزشه، ولی باور کنید کسایی هستن که هیچ کسی رو ندارن. کاش بچه منم مادر نداشت. نه نگیم خانم، کاش من من الان منتظر آقای حامد عظیمی ام، 25 ساله، هیچ کسی رو نداره. من کارم اینه که مرده های بیکس و کار رو نظر دارم میگیرم و با عزت و احترام اینا رو خواد میکنم، براشون مراسم میگیرم. من فقط ازتون میخوام که الان برای دختر عزیزتون خدا بهتون صبر بده. برام دعا کن، دعا کن برام برام پیش دخترم. اسم حامد عزیز اومد رو مانیتور، من باید برم این مانیتور رو نگاه کنید، اسم عزیزتون میاد اومد. اول ازتون میخوام که شناسایی کنید، بعد جسد رو تحلیل. جسد